گفتگو با میلیونرها. امشب به سراغ یک داستان موفقیت نیویورکی میریم. با شخصی صحبت میکنیم که به عنوان سازنده بزرگترین امپراتوری کاری در لانگ آیلند نامش در تاریخ ثبت خواهد شد. اون در یک دهه اخیر از کار در خدمات اجتماعی به جایی رسیده که صاحب چند گل فروشی شده و حالا یک امپراتوری عظیم داره که فروش سالانش بیشتر از 400 میلیون دلاره. شرکت اون اینترنت رو به تسخیر خودش درآورده و رابطه بسیار خوبی با مشتریانش برقرار میکنه. من بارها و بارها از این شرکت خرید کردم. من با این شخص در مراسمی آشنا شدم و دیدم که چه انسان فوق‌العاده‌ایه. الان هم کتاب 200 صفحه‌ای اون را در مقابلم دارم که خوندنش واقعا جالبه. در بین کتاب‌هایی که حتما باید به سراغش برید، این کتاب قطعاً بین 5 کتاب اول قرار میگیره. پس یادداشت کنید که دست نگهدار و گل سرخ ها رو بفروش رو حتما بخونید. اگر صدای من به نظرتون هیجان زده میاد، اگر پرشور و شوق به نظر میرسه، علتش اینه که تا چند دقیقه دیگه کسی رو به حضورتون میارم که اطلاعات زیادی داره تا به شما کمک کنه کسب و کارتون رو متحول کنید و به سطحی بالاتر برسید. درست همونطور که خود اون این کار رو کرده. شما حرفهای جیم مکن رو خواهید شنید که نویسنده کتاب دست نگهدار و گل سرخ ها رو بفروش، درس هایی از کسب و کار زندگی و همچنین مدیر کل، رئیس و همه کاره 1-800-Flowers.com. این شرکت فوق‌العاده موفق ترین گل فروشی در ایالات متحده است. جیم مکن هم مایکل جردن صنعت گل فروشیه. پس حالا بیایید سر اصل مطلب بریم. جیم مکن، به برنامه مایک لیتمن خوش اومدی. سلام مایک، ممنونم که اینطور منو معرفی کردی. خیلی خوشحالم که با تو صحبت میکنم. منطقه لانگ آیلند علاقه زیادی به تو داره. تو نه تنها با موفقیت بزرگت باعث افتخار این منطقه هستی، بلکه با رشد و توسعه کسب و کارت فرصت‌های شغلی زیادی هم برای مردم ایجاد کردی. در داستان موفقیت تو و همچنین در کتابی که نوشتی چیزهای زیادی هست که جلب توجه میکنه. در صحبتی که با هم خواهیم داشت درباره کتاب حرف میزنیم و اینکه همه اینها چطور اتفاق افتاد، امروز اوضاع در چه حالیه و میبینیم که تو چه راهنمایی‌ها و راهکارهایی به صاحبان کسب و کار که دارن به این برنامه گوش میدن ارائه میکنی. باشه حتما. خیلی عالیه. اما قبل از اینکه درباره شغلت در خدمات اجتماعی صحبت کنیم که تأثیر مهمی بر زندگیت گذاشته، ما رو به سال 1987 ببر که وارد کار گل فروشی شدی. از 1-800-Flowers.com بگو و اینکه چطور همه چیز اتفاق افتاد. بیشتر از 20 ساله که من گل فروشم. در 10 سال اول شغل تمام وقت داشتم. همونطور که گفتی اولین حرفه من در خدمات اجتماعی بود. من یه محل سکونت پسران نوجوان بی سرپرست و چند اقامتگاه گروهی رو اداره می کردم. وقتی وارد این کار شدم، یکی از مشکلات این بود که بلد نبودم اونو خوب انجام بدم. اما بعد تو این کار ماهر شدم و کاملا مشتاقش شدم. عاشق کاری شدم که انجام میدادم. همه زندگیم بود. بی صبر بودم که زودتر صبح بشه و سر کار برم و تمام زندگیمو تو خودش غرق کرده بود. از هر جنبه‌ای که فکرشو بکنی کار پربازدهی بود. کمکم کرد که خودمو بشناسم. کمکم کرد که احساس کنم میتونم خدمتی بکنم. خب جیم، در این بخش از شناختن خودت گفتی و ما هم میخوایم تو رو الان به شنونده های برنامه مایک لیتمن به صورت ویژه معرفی کنیم. موافقی یا نه؟ بله حتما. خیلی خوب، پس میریم و میشنویم. جیم مکن به عنوان یک مددکار اجتماعی عهدهدار اداره یتیمخانه‌ای در شهر راکوی در ایالت نیویورک بود. او با توجه به اینکه با حقوق کمی که برای این کار دریافت می‌کرد، توان اداره زندگیش را نداشت، در اوایل سال 1970 شروع به کار کردن نیمه وقت در روزهای آخر هفته در یک مغازه گلفروشی واقع در منهتن کرد. مکن در سال 1976 یک مغازه گلفروشی در آستانه ورشکستگی را
در محله کوینز شهر نیویورک خرید و با مدیریت موفقش طی 10 سال نه تنها این مغازه را به سوددهی رساند، بلکه برای آن شعبه‌های جدیدی هم به راه انداخت و تعدادشان را به 14 شعبه در نواحی مختلف نیویورک رساند. آنطور که او در کتاب زندگی نامه‌اش می‌گوید، یک روز که در حال تراشیدن ریشش بوده و در همین حال به رادیو گوش می‌داده است، این فکر به ذهنش رسیده که خدمات تحویل و ارسال گل را در سراسر ایالات متحده به راه بیاندازد. او به این ترتیب در سال 1986 یک شرکت در آستانه ورشکستگی را خرید که مالک شماره تلفن رایگانی بود. مکن همین شماره تلفن را به عنوان نام شرکتش انتخاب کرد. او به این ترتیب در سال 1986 یک شرکت در آستانه ورشکستگی را خرید که مالک شماره تلفن رایگان 1-800 Flowers بود. مکن همین شماره تلفن را به عنوان نام شرکتش انتخاب کرد. او برای رسیدن به هدفش شبکه‌ای از 1500 گل فروشی مستقل تشکیل داد که توسط آنها سفارش‌ها را در کوتاه‌ترین زمان تحویل می‌دهند. اهمیت کار جیم مکن در تازه بودن این کار بود و تمام امکانات مورد نیاز برای تبادل اطلاعاتی و مالی این شبکه و زیرساخت‌های آن برای اولین بار توسط او ایجاد شد. او یکی از اولین خرده فروشانی بود که وبسایت اختصاصی داشت. مدیریت صحیح او و پیشگامیش در استفاده از اخذ سفارش با خطوط تلفن رایگان و اینترنت باعث رشد سریع این شرکت شد. شرکت 1-800 Flowers در سال 1999 سهامی عام شد و در حال حاضر گردش مالیش بیشتر از $400 میلیون در سال است. تنوع گل‌هایی که در حال حاضر توسط این شرکت عرضه می‌شود بیش از 1500 مورد است و سایر اقلامی که توسط آن عرضه می‌شود شامل هدایا و ابزار باغبانی به بیش از 6000 قلم می‌رسد. موفق‌ترین کتاب مکن، دست نگهدار و گل‌های سرخ را بفروش، درس‌هایی از کسب و کار و زندگی نام دارد که در آن داستان کسب موفقیت و روش‌های مدیریتش را شرح می‌دهد. او همچنین نویسنده کتاب‌های سالی پر از گل و چه می‌شود اگر است. جیم مکن هم به خاطر موفقیت‌هایش در کسب و کار و هم به خاطر فعالیت‌های خیرخواهانه‌اش جوایز متعددی را تا به حال دریافت کرده است. خب جیم ببخشید که وسط صحبتات پریدم. خب در خدمتت هستیم. خواهش میکنم. داشتم میگفتم از تنها جنبه‌ای که بازدهی نداشت جنبه مالی بود. بی دلیل نیست که به خدمات اجتماعی میگن غیر انتفاعی. به همین خاطر کاملا غیر انتفاعی بود و هیچ نفع مالی نداشت. تا اون موقع دیگه ازدواج کرده بودم و من و مریلین همسرم 3 بچه کم سن و سال داشتیم و لازم بود من خانوادم و بهتر از اون شرایطی که تو اون زمان داشتم تأمین میکردم. بچه‌های منم خواسته‌های خیلی عجیب غریبی داشتن. میخواستن غذا بخورن، میخواستن به مدرسه برن، میخواستن لباس بخرن. پس من مجبور بودم که همیشه کارایی در کنار کار اصلیمم داشته باشم. پدر من یه پیمانکار نقاشی ساختمون در بروکلین و کوینز بود. من تو این کسب و کار بزرگ شده بودم. پس به زیاد کار کردن و سخت کار کردن عادت داشتم. همیشه مشغول کارهای دیگه هم بودم. به خصوص مشغول امور ملک و املاک. خونه می خریدم، بازسازیش می کردم و اجارش می دادم. املاک تجاری کوچیکم می خریدم. همیشه تو کنار کار اصلیم این کار رو هم انجام می دادم. تو همین احوال یه نفر به هم خبر داد که یه مغازه گل فروشی به فروش میرسه. من تو ساوث اوکلند پارک در ریچموند هیل بزرگ شده بودم که تو منطقه کوینزه و همیشه به خرده فروشی علاقه داشتم. چون فکر میکنم خرده فروشی تجربه تجاری تعاملی حقیقیه. مردم هر روز به نفع تو یا علیه تو رأی میدن و تعیین میکنن که عمل کرده تا چه حد خوبه، قیمتات تا چه حد خوبه و خدمات تا چه حد خوبتر. در مورد یه مغازه گل فروشی خبردار شدم و فکر کردم من که چیز زیادی درباره گل نمیدونم، اما وقت آزاد که دارم. آخر هفته هم آزاد بود و فکر کردم که چرا تو این کسب و کار نکنم. پس چند آخر هفته توی مغازه گل فروشی تو منهتن کار کردم. اون وقت بیا و ببین چه گرفتاری شدم. چون نوع خاصی از کسب و کاره
کسب و کاریه که لازم نیست نگران این باشی که از مد بیفته، چون از ابتدای تاریخ وجود داشته. درسته. تمام فرهنگ‌های شناخته شده برای انسان از ابتدای تاریخ از گل برای جشن و تجلیل استفاده کردن. دقیقاً. پس چیزی نیست که از مد بیفته. این کسب و کاری بود که جنبه دیگه‌ای هم داشت که اون دیگه کسب و کار نبود. اونم این که عنصر هنر هم تو اون وجود داشت. جالبه. بله، مغازه‌های گل فروشی یه جنبه هنری هم دارن و به عنوان گل فروش باید به نحو خیلی خاصی خودمون رو وارد زندگی افراد بکنیم. وارد جشن تولدها، سالگردها، عیادتها و بچه دار شدناشون میشیم. تو زمانهای خیلی خاص که مردم دارن سعی میکنن ارتباطی برقرار کنن، با اونا سر و کار پیدا میکنیم. اونا دارن سعی میکنن خودشونو به نحوی خاص به کس دیگه ای عرضه کنن. حتی تو موقع تسلیت و همدردی هم تو زمانهایی با اونا سر و کار پیدا میکنیم که بار احساسی سنگینی دارن. پس این جرقه‌ای بود که انفجار رو به راه انداخت. شماره تلفن 1-800 از کجا اومده؟ داستان اون چیه؟ اصلا چی شد که 1-800 فلاورز به راه افتاد؟ بله، داشتم میگفتم که طی 10 سال بعد از خریدن گل فروشی علاقم به این کار خیلی زیاد شد. علاقم به جادوی گلها و تأثیری که رو زندگی افراد میذارن و اینکه چقدر میتونه حرفه عالی و شریفی باشه خیلی زیاد شد. به این ترتیب قدم بعدی واسه من این بود که سعی کنم کسب و کارم رو گسترش بدم. پس کار تمام وقتمو به مدت 10 سال نگه داشتم و به توسعه کسب و کار گل فروشیمم ادامه دادم. تا این موقع دیگه بقیه اعضای خانواده‌ام هم وارد کسب و کارم شده بودن. پدر و مادرم موقعی که زنده بودن و برادرها و خواهرام وارد این کار شده بودن. ما اینجا تو بخشای مختلف نیویورک یه زنجیره 14 مغازه‌ای کوچیک به راه انداخته بودیم. تو سال 1984 شرکتی با شماره تلفن 1-800 فلاورز تو دالاس تأسیس شده بود که به صورت تلفنی سفارش می‌گرفت و اونو تو هر شهری که مشتری می‌خواست تو زمانی کوتاه تحویل میداد. این بهترین ایده‌ای بود که من تو کسب و کار خودمون دیده بودم و فکر کردم که میشه به خوبی بازاریابی کرد و شاید روشی که کسب و کار گل فروشی در حال حاضر مطابق اون عمل میکنه رو تا حدی عوض بکنه. متاسفانه ما تو اون زمان هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم جز اینکه گل فروشیامون بازوی اجرایی این شرکت بشن و سفارش‌های اون رو تو نیویورک تحویل بدن. خلاصه اینکه اونها برنامه عریض و طویلی داشتن که ایرادایی هم داشت و در نتیجه شرکت مثل موشک اوج گرفت و دوباره به زمین افتاد. اونا از من پرسیدن که آیا حاضرم اداره شرکت رو به عهده بگیرم؟ منم گفتم که علاقه‌ای به گرفتن یه شغل ندارم. من خودم شغل داشتم و در واقع 2 شغلم داشتم. اما گفتم که حاضرم شرکت رو بخرم. این چیزی بود که در حقیقت اتفاق افتاد. آنچه از شرکت باقی مونده بود و خریدم. اسم شرکتمون رو به 1-800 فلاورز تغییر دادم و روش بازاریابیشو هم عوض کردم. سپس طی 10 سال بعد هم 1-800 فلاورز رو رشد دادیم و تبدیل به شرکتی کردیم که در سراسر کشور فعالیت میکنه. داستانتو که میشنوم به نظر میرسه که در اصل درباره دست به عمل زدن و پذیرفتن ریسکه. وارد کار گل فروشی شدی، از یک مغازه شروع کردی و توسعه‌اش دادی. در 1-800 فلاورز فرصتی رو دیدی و به خاطرش سرمایه زیادی رو به خطر انداختی. آیا میشه بهمون بگی که عمل کردن، ریسک واقع بینانه و پیشرفتن در کسب و کار چقدر اهمیت داره؟ پیشتر کتاب دست نگهدار و گل سرخا رو بفروش رو به زیبایی معرفی کردی. ممنونم. تو این کتاب اشاره‌ای به 10 فرمان شده. البته من تو کتابم اسمشون رو نیمه فرمون گذاشتم و تعدادشون هم به جای 10 عدد 11 تاست. یکی از نیمه فرمون هایی که دربارشون صحبت میکنیم دقیقاً همون چیزیه که اشاره کردی. چرخ رو پیشتر اختراع کردن، پس تو نمیتونی یه چیز کاملا جدید بیاری که دنیا رو عوض کنه. البته اگه این کارو بکنی خیلی خوبه، اما چشم به راهش نشی. پس چیزی که داریم سعی میکنیم تو این کتاب بگیم اینه که
سعی نکن از قبل همه چیزو درباره کسب و کار بدونی و نگران این حقیقتم نباش که چرخ رو پیشترها اختراع کردن. یه عنصر اصلی تو افرادی مثل تو مایک که به نحو فوق‌العاده‌ای موفق هستی و بیل گیتس های دنیایی وجود داره. بله، شک نکن. تو تمام صنایع مختلف هم که نگاه کنی میتونی کسانی رو که رهبر هستند و نوآوری میکنن رو به راحتی تشخیص بدی. ممنونم ازت. خواهش میکنم. بیل گیتس نبود که سیستم عامل رو اختراع کرد. کس دیگه اونو نوشته بود و اونطور که روایت شده بیل گیتس اون رو به قیمت $50,000 از اون خرید. بیشتر ایده های عالی کسب و کار که در 20 یا 30 سال اخیر دیدیم به صورت یه شوخی شروع شدن. دقیقاً یه شوخی. مردم وقتی اونا رو میشنون اول خنده‌شون میگیره. دقیقاً. اما موقعیت های کسب و کار حقیقی که ایجاد شدن تو زمینه های انجام شدن که دقیقاً جذاب نبوده، دقیقاً نوآورانه نبوده و لزوماً هم این اسباب و ابزارهای تکنولوژی پیشرفته جدید نیستن. اما چیزی که هست اینه که کسی که برای چیزی اشتیاق داره، کلید یا رازش اینه که چیزی رو پیدا کن که مورد علاقت باشه و هیجان زدت بکنه. چیزی که به خاطرش ذوق و شوق داشته باشی. مایک، بله؟ چند بار تا حالا متوجه تفاوت 2 نفر شدی که یکی ایده خوبی داشته و دیگری یه ایده خوب و عملی کرده؟ خیلی خوب متوجه میشه. بله، متوجه شدی که تنها تفاوتشون اینه که اون که عمل کرده دست به کار شده، منتظر نشده که همه چیز براش مهیا بشه. آره، همین یک کلمه ساده است، عمل. اما در بین حرفات چیزی گفتی که حالا میخوام روی اون تمرکز کنیم. گفتی که خیلی از مواقع وقتی کسب و کارهای فوق‌العاده دارن ایجاد میشن، مردم اول فکر میکنن که یک شوخیه. وقتی کل این کارها رو در مورد گل فروشی انجام میدادی، افراد زیادی دور و برت بودن که فکر میکردن خل شدی یا میپرسیدن که این 1-800 فلاورز دیگه چیه. به این دلیل سوال میکنم که شاید الان کسی در بین شنونده های برنامه باشه که ایده‌ای داره. اون چطور میتونه در برابر انتقادهایی که اطرافیان بر سرش میریزن تمرکزش رو حفظ کنه؟ تو چطور تمرکزت رو حفظ میکنی جیم؟ فکر میکنم این به میزان تعهد تو و تصویری که از خودت داری برمیگرده. مسئله اینه که اگه فکر میکنی که عملیه، نگران نخواهی شد. اگه عده زیادی فکر کنن که ایده من عملیه و بشکن بزنن و بگن عجب ایده خوبیه، حتما هم نتیجه میده، من بیشتر شک میکنم تا اینکه مردم بگن وای فکر نمیکنم این واقعا نتیجه بده. به خصوص اگه برای راه اندازی کاری با وکیل یا حسابدار مشورت کردی، حواست باشه که هرچند اونا حرفه‌ای هایی هستن که باید به حرفشون اعتماد کنی، اما از طرف دیگه باید متوجه باشی که اونها پول نمیگیرن تا بگن وای چه ایده خوبی، ریسک کن. آره. اونا به تو خواهند گفت وای به اون شک دارم، باید نگران این موضوع هم باشی. ممکنه حرفای اونا تو رو افسرده کنه، اما کار اونا همینه و برای همینه که به اونا پول میدی. اونا به این دلیل هستن که تو رو آگاه کنن و در مورد ریسکا به تو مشاوره بدن، اما تصمیم توی که باید روند تفکرتو اداره کنه. مسئولیت توی که تصمیم بگیری عمل کنی یا نکنی. مسئولیت اونها نیست. داری حرفای خیلی ارزشمندی برامون میگی و منم الان میخوام یه چیز ارزشمند تقدیمت کنم. میدونم کسایی که به گل و گیاه علاقه دارن خیلی هم طرفدار موسیقی هستن، درسته؟ بله حتما. موافقی با هم یه موسیقی زیبا بشنویم؟ البته. خیلی خوب، پس میریم یه موسیقی زیبا میشنویم و برمیگردیم. اینجا برنامه مایک لیتمنه و مهمون امشب ما جیم مکنه که ما داریم باهاش صحبت میکنیم. جیم، داری از تصمیم، روند تفکر، عمل و ریسک میگیم. خیلی از اینها رو خودت انجام دادیم. ما ممکنه به کارهای تو نگاه کنیم یا حرفاتو بشنویم و فکر کنیم کار خیلی پیچیده‌ای انجام دادی، اما تو ایده‌ای رو گرفتی، عمل کردی، به برنامه‌ت متعهد موندی، تا حالا کارهات به موفقیت رسیده. البته منظور من این نیست که از اون طرف بام بیفتی و بیگدار به آب بزنی. بهت گفتم که من اهل ریسکای خیلی بزرگ نیستم. واقعیت اینه که وقتی 1-800 فلاورز رو خریدم اشتباه بزرگی بود. تو الان به اون نگاه میکنی و میگی موفقیتش به خاطر برنامه ریزی کامل بوده. آره؟ اما واقعیت اینه که من اون موقع اصلا نمیدونستم برنامه ریزی کامل چیه.
کاری که من کردم غفلت کامل بود. من اشتباه کردم. شرکتی رو خریدم که شدیداً مغروض بود. اگه چیزایی که امروز میدونم و اون موقع میدونستم هیچ وقت به اون صورت عمل نمی کردم. تو میتونی اشتباه کنی. اما اون موقع 2 انتخاب داشتم. یا میبایست مثل تو و افرادی که شنونده برنامه هستن میبودم و یا میبایست جزو دسته دیگه قرار میگرفتم. دسته اول کسانی هن که اشتباه میکنن اما روحیه کارآفرینی هم دارن. دسته دوم اشتباه میکنن و بعد میذارن این اشتباه کاملا نابودشون کنه. فرق این 2 دسته تو اینه که دسته اول یه عامل مخفی تو ترکیب شخصیتشون دارن که اجازه میده از این موقعیت ها نجات پیدا کنن. عامل مخفیشون هم اینه که به سرعت بهبود پیدا میکنن. منظور اینه که تو اشتباه میکنی، شکست میخوری، کسی که به تو نزدیکه یا کس مهمی که استخدام کردی ناگهان اعلام میکنه که داره میره. ناگهان ضربه تو فرق سرت فرود میاد. بله، هرچی که رشته بودی و پنبه میکنه. اما 10 دقیقه بعد داری به جنبه‌های مثبت اوضاع فکر میکنی. خب من به این ترتیب بهبود پیدا میکنم. من کارمو ادامه میدم. از روی زمین بلند میشی و گرد و خاکتو میتکنی و دوباره به راه میافتی. فرق بین کسایی که به نتیجه میرسن و کسایی که به نتیجه نمیرسن اینه که اونایی که به این نتیجه میرسن میدونن که چطور از شکستا بهبود پیدا کنن و به سرعت هم بهبود پیدا میکنن. خیلی جالبه که این موضوع رو مطرح میکنی، چون ما در برنامه‌مون با کارآفرینای بزرگ و نویسنده های بزرگ مصاحبه کردیم و به نظر میرسه که بعضی از موفق ترین افراد بیشتر از همه افراد دیگه شکست خوردن و نکته مهم تواناییشون برای بهبود پیدا کردن بوده. البته این به این معنا نیستش که باید راه بیفتی و به دنبال شکست بگردی. گفته باشم درسته. راه میفتی و تمام تلاشت رو میکنی، برنامه‌ت رو هم به دقت بررسی میکنی، اما همونطور که گفتی گاهی ممکنه زمین بخوری. مسئله اینه که بلند بشی و به راهت ادامه بدی. بله، من مطمئنم که در بین شنوندگان برنامه‌ت عده زیادی هن که میگن من شغلی دارم که مخارج زندگیمو تأمین میکنه، اما اون چیزی که میخوام نیست. بعدم میگن چطور باید کسب و کاری به راه بندازم. مثلا عده زیادی سراغ من میان و میگن من واقعا دلم میخواد یه خشکشویی را بندازم، اما چطور باید شروع کنم؟ خب شماره 1 اینه که تو روزی 24 ساعت کار نمی کنی. شبا وقت آزاد داری. بسته به اینکه شیفت کاری چطور باشه آخر هفته ها وقت آزاد داری. چطور یه کار نیمه وقت به راه بندازی؟ ای بابا، این کار که درآمد زیادی نداره. چه اهمیتی داره؟ این یه تجربه برای یاد گرفتن آقا جان، یاد گرفتن. آره. تو که فکر میکنی دوست داری وارد این کار بشی، برو و برای کس دیگه ای کار کن تا به یکی از این 2 نتیجه برسی. الف، کمی پول اضافه کنار حقوق اصلیت به دست بیاری. ب، تحقیق کنی و درباره یه صنعت دیگه یاد بگیری و بفهمی که آیا واقعا از این کار خوشت میاد یا نه. میتونی کارهای زیادی رو به صورت نیمه وقت امتحان کنی. میتونی کارهای داوطلبانه ای رو انجام بدی. اگه میخوای وارد کار عرضه غذا و پذیرایی از مجالس بشی، برو برای کسایی که کارشون اینه به عنوان گارسون یا مسئول تدارکات یا رانندهشون کار کن. ببین که آیا واقعا از این کار خوشت میاد یا نه. همینطور تمام عمرتو کنار گود به فکر کردن تنها نگذرون. خیلی نکته مهمی بود. حالا بیا به سراغ 1-800 فلاورز بریم که من خودم مشتریش هستم و واقعا خوشحال میشم که مناسبتی فرا برسه و من از خدماتتون استفاده کنم. یه چیز که واقعا مهم و حیاتیه و یکی از پایه‌های موفقیت تو بوده، قدرتت در ایجاد ارتباطه. منظورم ارتباط تو با ارتباط کارمندانت نیست. ارتباطیه که همه شما با همه مشتریاتون برقرار میکنین. حالا برای صاحبان کسب و کار که دارن به حرفای ما گوش میدن، راهنمایی و راهکارهایی بده که بتونن در این زمینه به کار بگیرن. میشه کمی درباره قدرت ارتباط صحبت کنی؟ قدرت اون چیزی که اسمش رو اقتصاد ارتباطی گذاشتی؟ مردم به این خاطر که شغل اول من تو خدمات اجتماعی بوده سر به سرم میذارن. میگن که این کار چه ربطی به اداره 1-800 فلاورز داره. نظر من اینه که اتفاقاً به طرز
دور از انتظاری مشابهن. چون موقعی که سالها پیش سرپرست یک گروه 10 نفره پسران نوجوان بودم، مهارت‌ها، قابلیت‌ها و خصوصیاتی رو یاد گرفتم که امروز دارم از همونا استفاده می‌کنم. اون موقع کارم این بود که ارتباط برقرار کنم. اولین اشتباه هم این بود که با اون گروه ارتباط برقرار نکردم. لازم بود با اشخاص ارتباط برقرار کنم، چون با ایجاد تماسه که راهتو باز میکنی و ایجاد یه تماس شخصی با یه شخص اولین قدم به سوی برقراری ارتباطه. همه چیزم میتونه مبنای ارتباط قرار بگیره. تو هر شهری که زندگی میکنیم، رستوران محبوبمون کدوم رستورانه؟ اون رستورانیه که اسم ما رو بلده. به خصوص جوامعی که در اون زندگی میکنیم تقریباً بی‌حس و بی احساسه. اون احساس همسایگی که دوست داریم تو همه شهرها ببینیم وجود نداره. تو بعضی شهرها هست، اما تو بعضی شهرها نیست. این موضوع هممون رو جذب میکنه. برای اصلاح موی سرمون به کدوم آرایشگاه بریم؟ به جایی میریم که احساس آسایش تو ما ایجاد بشه. به جایی میریم که افراد رو میشناسیم. به جایی میریم که افراد هم ما رو میشناسن. به جایی میریم که میدونن ما طرفدار کدوم تیم هستیم. کار ما به عنوان گلفروش هم اینه که ارتباط برقرار کنیم. کار ما اینه که با مشتریامون ارتباط برقرار کنیم. هرچند که خیلی از افراد ما رو به خاطر استفاده از تکنولوژی میشناسن. اما ما یه شرکت با تکنولوژی بالا نیستیم. ما یه شرکت با ارتباط بالا هستیم. یک نکته که برای من جالبه و تو در کتابت به اون اشاره کردی، قدرت، اهمیت و تأثیر استفاده از تحسینه. برامون از تجربهات درباره تحسین کردن بگو تا یاد بگیریم از اون برای ایجاد یک رابطه بهتر و راضی کننده تر با کارمندامون استفاده کنیم. بله حتما. من تو کودکی پیش پدرم کار میکردم که کارفرمای خیلی سخت گیریم بود. در دوران دبیرستان و دانشگاهم چند سال برای کس دیگه‌ای تو مغازه لباس فروشیش کار میکردم. هیچ کدوم از اونا اهل تحسین کردن نبودن. در واقع خود ما کارمندا باید خودمونو به زحمت مینداختیم و راهی پیدا میکردیم تا حساب امتیازامونو نگه داریم. اگه میخوای یه محیط کاری خوب داشته باشی، اگه میخوای افراد حس کنن که قدرشون دونسته میشه، به نظر من اولین قانون اینه که اگه دارن کار درستی رو انجام میدن به اونها حتما بگو. این قانون خیلی ساده و پایه‌ایه، اما هیچ چیز حال منو بهتر از این نمیکنه که چند مرتبه بشنوم کارت خوب بود. میخوای حالتو خوب کنم؟ کارت خوب بود، کارت خوب بود، کارت عالی بود. متشکرم. معنیش این نیست که حتما باید رئیسشون باشی تا اینو بگی. میتونی به هر کس که همراهته یا برات کار میکنه اینو بگی. وقتی میبینی حتما بگو. آره، خیلی ساده و خیلی واضح گفتی. تو در صحبتات به 10 نیم فرمان اشاره کردی که در واقع 10 تا هم نیست، 11 تا هست. شماره 9 برای من خیلی جالب بود که میگه سود بالا همیشه مهم نیست. میشه اهمیت این اصل رو برامون شرح بدی؟ خیلی ساده است. سود بالا همیشه استعداد زیادی رو جذب میکنه. هر کسب و کاری که سود خیلی بالایی داشته باشه رقابت زیادی به راه میندازه و افراد خیلی با استعدادی رو جذب خودش میکنه و رقابت اونها به تدریج سود این کارو پایین خواهد آورد. پس بی خود به دنبال این رقابت ها نباشید و به دنبال کسب و کاری که پرخواهانه و سود بالایی داره دائما کارتون رو عوض نکنی. کسب و کاری رو پیدا کن که برات جالب باشه. فرصتی رو پیدا کن که تو رو به هیجان بیاره. جایی رو پیدا کن که از اون بتونی شروع کنی. نگران میزان سودش هم نباش. اگه کس دیگه ای تو این کسب و کار تونسته موفق باشه، تو هم میتونی. تو میتونی تکنولوژی و روش‌های جدید رو وارد این کار بکنی. میتونی راههایی پیدا کنی که هزینه‌تو پایین بیاری و بدین ترتیب حتی تو کسب و کارهایی که درصد سود پایینی هم دارن، هم برای خودت مزیت رقابتی ایجاد میکنی، هم برای دیگران. خیلی خوبه. جیم، در طول تحولی که از سر گذروندی هیچ کتابی بوده که روی تو تأثیر گذاشته باشه و بخوای اون رو به ما توصیه کنی؟ در زندگیت به هیچ چیزی برخوردی که بخوای الان به شنوندگان این برنامه توصیه کنی؟
من به شنوندگان این برنامه میگم که من ولع کتاب خوندن دارم. هر عالیه. چیزی رو که بتونم میخونم، چه مجله باشه و چه کتاب. البته کتابایی که دوست دارم بخونم خیلی بیشتر از کتابایی که فرصت میکنم بخونم. اما کتابی نوشته مایکل تریسیه که خیلی توصیه میکنم. اسمش هم اینه: روش رهبران بازار، که به نظر من مثل یک نقشه راهه که راهو نشونت میده. درسته. که چطور درباره محصول یا خدماتت فکر کنی و چطور اون رو طوری بازاریابی کنی که بیشترین تأثیر رو داشته باشه. جیم، خیلی ناراحتم که اینو الان میخوام بهت بگم، ولی وقت برنامه ما تموم شد. و از تو به خاطر همه چیزهایی که به ما یاد دادی واقعا ممنونم. منم از شما ممنونم. و از همه شما شنوندگان عزیز برنامه مایک لیتمن هم ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید.